معلمانی هر قسم‌های تاجیکستان بود که این خیلی به فکر من اصلا چیز ضرور بود و چیز دیگری ملاقات کردم درباره بسیار پرابلم‌هایی که در مکتب‌ها و در بین معلم‌های جوان و دیگر مکتب‌ها ما می‌خوریم. در پروسس یعنی برین استورم که میگوییم همه دیگر ایده هایی که دیگر معلمان از دیگر نقطه های تاجیکستان وقتی فکرهایشان گپ زدند در اینجا یک موضوع عمومی و یک صورت عمومی همین پرابلمات با ما شناس شد که میتونیم در تمام پروژه های آینده ما این چیزها را بررسی نماییم.